یک سال از حاکمیت طالبان گذشت. در 12 ماه گذشته طالبان نتوانستند مقبولیت داخلی و رسمیت جهانی را به دست بیاورند. در کنار آن شمار از سفیران نظام جمهوریت درد سر دیگر برای طالبان بودند. از آن جمله سفیر افغانستان در تاجیکستان که حضورش در کنار احمدشاه مسعود در بخش نظامی مقاومت اول و موجودیت سیاسیش در کنار احمد مسعود در مقاومت دوم او را بیشتر از پیش به یک چهره با اهمیت در سیاست و دیپلماسی افغانستان تبدیل کرده است. محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان مهمان من در این گفتگوی ویژه هستند. خوش آمدید آقای اخبر. سلام بر شما و به تمام دستاندرکاران برنامه تان. من به خدمت شما هستم. تشکر. اجازه بدین آغاز بکنیم از اینکه یک سال از حاکمیت طالبان گذشت. فکر میکنین همین یک ساله که حکومت طالبان سپری شد روایتگر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که نظام یک ساله متعجر طالبان که تصور میشد که گویا تغییر کردن، اینها با تمام ارزش‌های ملی، با تمام ارزش‌های بین المللی، با تمام ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تأسف که دشمن هستند و بیگانه هستند. اینا خوبترین دستاوردی را که در طول یک سال دارن، یک بار دیگر چهره سیاه خود را به جهانیان به نمایش گذاشتند. اینا در طول یک سال توانستند که از 1,500,000 کارمندای سکتور خصوصی را تقریبا 900,000 خانه نشین بسازند و زنا را از تحصیل محروم بسازند و حتی نگذارند که قشر اوناس به وظایفی که داشتن به وظایف خود ادامه بدن. با تأسف که در این ایام ما بالاتر از 1,000,000,000 دلار که به خاطر تقویت زنان جامعه بین المللی کمک میکرد به افغانستان صدمه وارد شد و امروز ما شاهد هستیم که کابل به یک زندان خانگی برای مردم افغانستان تبدیل شد. اگر شما امروز به کابل و سایر شهرهای افغانستان حضور پیدا بکنین، حتی از خود طالبانی که صاحب فکر، صاحب اندیشه و صاحب انگیزه هستند، بپرسین عملکرد طالبها به هیچ وجه قابل قبولشان نیست. دیم شک نیست که یک تعداد طالبانی که دیروز با حرف رهبری طالبان فریب خورده بودند، من باور دارم که امروز اونا صف خود را از این اشخاص افراد علیحده می سازند. امروز نه از هنر خبری هست، نه از سینما خبری هست، نه از ورزش خبری هست، نه از نقاش خبری هست، نه از ژورنالیست و کمدین خبری هست. بناهن در یک شهری که به نام شهر یاد میشه ولی زندان خانگی، نه قانون مدنی حاکم است در اونجا و نه قانون اسلامی. هر پوسته و هر مسلح طالب در هر جایی که حضور داره خودش قانون است، خودش محکمه است، خودش اجراعات میکنه. بناهن بررسی ما در طول یک سال این است که طالب ها به دست خود نیستن بلکه به دست دیگران هستند. من آرزومند هستم که در طول یک سال چهره های سیاه او تعداد کسانی که هنوزم به خود نامدن و به دست دیگران هستند، مردم افغانستان و طالبان واقعی که به یک فکر دیگه مبارزه میکردن، اینها را شناخته باشند. تشکر. و شما یا در کل آیا فکر میکنین که هنوزم امید به یک توافق سیاسی با طالبان باقی مانده؟ من باورم است که در بین طالبان یک گروپ نیست. عملا ما مشاهده میکنیم که گروپ های متعددی در بین طالب ها حضور دارند. حتی در اواخر ما شاهد از این هستیم که در اکثریت جلسات بعضی از طالب های صاحب فکر که اونا سرزمین خود را دوست دارند در مخالفت به بعض فرمانهای به اصطلاح امیرالمومنین قرار دارند. در مذاکره همیشه باز است.
من فکر میکنم که جنگ راه حل نیست. اگر جنگ راه حل می بود تا بال وضعیت افغانستان به این حالت ادامه پیدا نمی کرد. ما راه صلح را همیشه پیشنهاد کردیم، دروازه ها باز است. اگر کسی از راه زور و از راه سلاح بخواهد که مردم ما را، ملت ما را، کشور ما را تهدید بکنه و در مستمره یک کشور قرار بده، بناهن راه دیگه نداریم جز مقاومت. تشکر. آقای اکبر، چون شما هم تجربه نظامی را دارن و هم تجربه سیاسی را دارن، کارتای بازی که شما در میدان در برابر طالبان دارین چی است؟ یک ملت هیچ وقت در حصارت زندگی برش خوشایند نیست. من فکر میکنم که اسارت خودش یک زندانی هست که هم وجدان انسان تهدید میکنه و هم تاریخ انسان و هم خود انسان را. کارتی که ما فعلا به دست داریم عملکرد خود طالبان هست که بزرگترین کارت است. در روزهای اول شاید طالب ها مورد تایید بعضی ها می بود، شاید از کارت قومی استفاده می کردن، از مسائل دینی استفاده می کردن، ولی در اواخر ما شما مشاهده کردیم که نزدیکترین قماندانان طالبان را ترک کردن و به افکار طالبانی نگفتن. در بین از اینا تعصب دینی وجود داره، تعصب مذهبی وجود داره، تعصب زبانی وجود داره، تعصب محلی وجود داره. من فکر میکنم که جهان یک تصمیم خوبی را در قسمت طالب ها گرفته. کو بر رسمیت نشناختن طالب هاست که بزرگترین کار امروز در اختیار ما هست. من فکر میکنم که امروز گروپ های تروریستی که در حمایت از طالب ها در افغانستان قرار دارن، ای از نظر مردم دنیا دور نیست. من باور دارم که مردمان هر سرزمین در برابر تصامیم حکومت های خود متوجه هستند. این فکر میکنم که بزرگترین حربه هست که فعلا در اختیار ما هست و ما هزی استفاده مشروع به خاطر مردم خود، به خاطر سرزمین خود از این استفاده میکنیم. تشکر. و شما فعلا عملا و کلا یعنی بسیار واضح دارن از جبهه مقاومت حمایت میکنن و در همین خط و راه هستن، درست؟ به این خاطر فکر شما در مورد از این که آیا فکر میکنن یعنی به جبهه مقاومت از دید مالی و نظامی مقاومت در دراز مدت ممکن است؟ شما حتما تاریخ افغانستان را و تاریخ جنبش های آزادی خواهی دنیا را مطالعه کردین. ملتی که آزادی را نسبت به دیگه چیز ترجیح داد، من فکر میکنم که همه چیز خود را از دست داده. تنها ما در پهلوی مقاومت افغانستان نه، بلکه او خواهر ما که در زیر سلطه حاکم طالبان صدا و فریاد بیرون میکنه و او خواهر ما که در امریکا و اروپا و کانادا و پاکستان و ایران صدا میکشه و او برادر عزیز و قهرمان ما که در سنگرهای داغ در برابر طالبان استاد هستند و می جنگن، من فکر میکنم که ایران نادیده نگیریم و تجربه نشان داده که انگیزه، استقامت همه چیز میتونه که به وجود بیاره. آمدن روس‌ها در افغانستان من فکر میکنم که یک مرحله جدیدی در صفحه تاریخ افغانستان بود. در اون وقت نه از سلاح خبر بود، نه از کشورهای خبر بود، ولی مردم افغانستان با دست خالی، با امکانات ناچیز در برابر یک قوای بزرگ جهانی استاد شدن. امروز هم ما ضرورت نداریم که دست خود را به کس دراز کنیم که بر ما چیزی به خاطر جنگ بده. جنگ در سطح ملی مربوط به ما هست، اما در سطح بین المللی مربوط به دیگرها هست، در سطح منطقوی مربوط به دیگرها هست. بناهن طالب یک تهدید کلی تنها بر افغانستان نه، بلکه بر منطقه و جهان است. من باور دارم کشورهایی که تا هنوز
متوجه نشدن بعد از این متوجه میشن. تشکر. و شما در مورد حمایت داخلی هم روایت های داشتین از حمایت شهروندا و مردم افغانستان گفتین تا ای که در بحث خارجی هم اشاره داشتین، اما مشخصا آیا فکر میکنین یا در کل اطلاعاتی که شما دارین در کل یا عملا وقت حضور دارین در بحث جبهه مقاومت، فعلا مقاومت یا جبهه مقاومت حمایت خارجی داره؟ من قبلا هم تذکر دادم بر شما که امروز هر آن چیزی که صورت میگیره فقط به اساس انگیزه، به اساس حس وطن دوستی و اسلامی خود مردم افغانستان است. جبهه ملی مقاومت افغانستان مربوط به یک قوم و به یک زبان و به یک شخص نیست، بلکه در این مقاومت همگی سهیم هستند. یکی با قلم مبارزه میکنه، یکی با سخن مبارزه میکنه، یکی با تفنگ مبارزه میکنه. شما پری روز شاهد هستین که به تعداد 40 نفر بالاتر از او حسیر گرفتیم ما، ولی تمام سلاح‌ها از او را ما جمع‌آوری کردیم و اسیرا را رها کردیم. امو برخورد نیکی را که قهرمان ملی افغانستان در جنگ‌ها در برابر دشمن داشت، او روایت ما هم عملی کردیم. من باور دارم که جبهه مقاومت ملی افغانستان که امروز هر کس به خاطر سرزمین خود استاده است، به خاطر فرهنگ خود استاده است، به خاطر مردم خود استاده است، این روز به روز تقویت می‌یافت. امروز با این شرایطی که ما مبارزه میکنیم فکر میکنم که کمتر کشورها میتونن که در این حالت در برابر دشمن استاد شوند، ولی با او تجارب تاریخی را که مردم ما داره، ملت افغانستان داره، من باور دارم که روزی میرسه که منافع کشورهایی که در افغانستان نهفته است و تقابلی که بین کشورها وجود داره شاید شرایطی برسه که ما صاحب همه چیز باشیم. شما در تاجیکستان هستن، نماینده افغانستان هستن، در اونجا حضور دارن. در مورد حمایت تاجیکستان چطور و خود تاجیکستان تا چی اندازه از شما و از جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن؟ شما در گذشته ها حتما نسبت به تاریخ افغانستان و تاجیکستان مطالعه دارین. یک مرزی در بین هی دو ملت با وجود آمده که یک مرز تعمیلی هست بین ترتیب در ساحات دیگه افغانستان. افغانستان با تاجیکستان 1360 کیلومتر تقریبا یک مرز مشترک داره که در این دامان آمو یا دریای پنج تقریبا 20 ولسوالی جا به جا هست. خوشبختانه که سیاست رئیس جمهور تاجیکستان در قبال مردم افغانستان هم در مقاومت اول هم در مقاومت دوم یکسان است. تاجیکستان یک کشور مستقل است. خوشبختانه که در همسایگی خود هیچ وقت به ما انتحاری و انفجار ارسال نکرده، بلکه محبت و صمیمیت ارسال کرده. هر صدایی را که میکشه حق داره من حیث همسایه که حضور تروریستای بین المللی امروز در سرحدات افغانستان مشاهده میشه، مسلما همسایه ها را به خطر مواجه میسازه. بناهن تاجیکستان من حیث یک همسایه همون حس همسایه داری و حس همجواری خود را از گذشته ها تا به حال حفظ کرده و آرزومندی صلح و ثبات را در افغانستان دارند. تشکر. و در بحث تروریست ها گفتن و ای که نگرانی همسایه ها مشخصا تاجیکستان، فکر میکنین که خود طالبای تاجیکستانی البته یا افراطگرایان که هستن تهدید برای دوشنبه است؟ بیاین بحث یک قسم آغاز بکنیم که امروز یک گروه تروریستی تنها مورد حمایت طالب ها در کابل قرار نداره. مسلما گروه های تروریستی همگی از یک چشمه آب میخورن. تنها در قیافه و در سخن و در پرچمشان بعض تغییرات وجود داره و این حضور گروه های تروریستی یا افراطی در سراسر افغانستان هم به منطقه خطرناک است و هم بر دنیا خطرناک است. و در مورد ازی که فکر میکنید اشتباهاتی که طالبان را از مقبولیت داخلی و مشروعیت جهانی دور ساخته چی بود مشخصا؟
چند مورده که شما در ذهن داشته باشین؟ ما خو به هیچ صورت پیش بین از این نبودیم که بسیار به سادگی افغانستان به دست طالبا قرار بگیره، به خاطر اینکه ما تعهدات بین المللی داشتیم و در این زمان یک نیروی 400-500 هزار نفری مجهز و تعلیم یافته داشتیم. من از یک کسی که در بخش نظامی از صنف 7 تحصیل کردیم، دانشگاه نظامی افغانستان را درس خواندیم و بالاخره در نقاط مختلف افغانستان اجرای وظیفه کردیم. من اصلا تصور نمی کردم که یک ولایت افغانستان به این سادگی سقوط بکنه. با تاسف که مذاکره دوحه که در اون نقش افغانها بسیار ضعیف بود اصلا وجود نداشت و این مذاکرات دوحه به دست دیگران بود و کسایی هم که مذاکره کننده بودن با تاسف بسیار به سادگی پیش رفتن، ولی یک فرصت مناسب برای طالبا بود که بعد از گرفتن کابل در یک معامله اینا بعض از خودگذری ها را نشان میدادن. با تاسف که در تمام تعهدات خود اینها استادگی نکردن و بلکه خلاف تعهدات خود عمل کردن. شما در اواخر حضور من الظواهری را در کابل مشاهده کردین که توسط راکت های ایالات متحده امریکا از بین برده شد. من فکر میکنم که کشته شدن الظواهری نشان میده که امروز کابل و سایر ولایت های افغانستان یک پایگاه مطمئن به تروریستا هست. مسلما یک صدای هست، یک زنگ هست به گوش سایر کشورها که در طالب ها تغییری به وجود نامده، بناهن باید متوجه باشن. تشکر. و از مرگ الظواهری گفتن و هم در کابل، فکر میکنین که کشته شدن الظواهری در کابل تأثیر بر دید جهان نسبت به طالبان داشته یا خیر؟ من خب بسیار خوشحال هستم که اول در طول یک سال حتی کشورهایی که حامی طالبا بودن اونام حاضر نشدن که در مخالفت با تصمیم جهانی عمل بکنن. بعض زمینه ها و لابیگری های به طالبا آغاز شده بود که گویا اینا آماده پذیرش بعضی از موارد هستند و همچنان اینا اطمینان داده بودند که هیچ یکی از گروه های تروریستی به داخل افغانستان حضور نداره. ما همیشه در مصاحبه‌های خود، مردم افغانستان همیشه در سخنان خود در هر گوشه و کنار دنیا ایرا با صراحت گفتن که کابل و سایر ولایت‌های افغانستان به مرکز تعلیمی و مرکز پرورش طالبا و گروه‌های تروریستی تبدیل شده. در اواخر شما حتما شاهد هستین، از طریق رسانه ها شنیدین که یکی از والیانشان اعلان کرد که ما 3000 انتحاری را در سرحدات جابجا کردیم و حتی حضورشان در بدخشان و در قندوز که مراکز تعلیمی خود را ایجاد کردند. مسلما کشته شدن الظواهری نمایانگر از این است که تروریستا تحت حمایت طالب ها در افغانستان حضور دارند و این یک تخطی کلی هست در امو توافقاتی که با ایالات متحده امریکا اینا امضا کرده بودند. من باور دارم که حکومت ایالات متحده امریکا هم زیر فشار مردم خود قرار میگیره دیگه با این ترفندایی را که طالب ها تا هنوز تانستن که خود را حفظ بکنن شاید دیگه دنیا را فریب داده نتونن. در مورد روسیه، هند و ایران که از حامیان مقاومت اول بودند، البته از حامیای مقاومت اول در برابر طالبا بودند، چرا اکنون حمایت نمیکنند؟ من فکر میکنم که هر دوره همو بازی خود را داره. فعلا خو دنیا در تلاش عزیز که افغانستان مشکلش از طریق صلح حل شود، همچنان کشورهایی را که شما نام بردین. ولی من باور دارم که منافع منطقوی و منافع جهانی شاید بعض کشورها را در تقابل قرار بده و اینا ناگزیر شوند که در پالوی مقاومتگران افغانستان استاده شوند. آن چیزی را که در گذشته می گفتیم که
افغانستان پایگاه تروریست است و امروز هم میگیم و فردا هم میگیم. آرزومند هستم که در مرحله اول قضیه افغانستان از طریق صلح یک راه حل برش پیدا شود که دیگه جوانان ما شاهد خراب شدن بیشتر سرزمین خود نباشه. در غیر آن مقاومت جریان داره، با کمک دنیا بی کمک دنیا مقاومت راه خود را میپیماید. تشکر آقای سفیر. و برخی میگن که شما 20 سال حوزه مقاومت یا در کل شمایی که در نظام بودن، در قدرت بودن و همه چیز در اختیار داشتن، اما با سیاست‌های خام همه چیز از دست دادن. چرا باز بالای شما اعتماد کنیم؟ مردم حق دارن که نسبت به سرنوشت خود، نسبت به گذشته ها حرف بزنه و تصمیم بگیره. ما سخنگوی رهبرای جهادی هم نیستم و سخنگوی رهبرای قومی هم نیستم. در طول 20 سال ما بیشتر مرحله اول در نهادهای امنیتی کار کردیم که افتخار از این دارم که اردوی ملی افغانستان وقتی که برای اولین بار ساخت و سازش به وجود آمد، من رئیس ساختار اردوی ملی افغانستان بودم که یک جا با دوستان بین المللی به ژنوا رفتیم و طرح اردوی ملی افغانستان را در اونجا پاس کردیم. ولی با تاسف که حضور ما با یک تعداد دوستان درونی ما با یک تعداد دوستان بیرونی ما قابل پذیرش نبود. در اواخر حتما شما در جریان هستین که من به ورزش افغانستان رفتم. ورزش افغانستان که از هم پاشیده بود، هیچ چیزی وجود نداشت. حتی در فدریشن های ورزش افغانستان کس حاضر نبود که به عنوان رئیس در اوج اجرای وظیفه کنه. ولی خوشبختانه که با سعی و تلاش تمام جوانان عزیز ورزشکار، استادان، پیشکسوتان، خواهران و حتی مطبوعات که یک جا با ما کار میکردن، یک انقلاب ورزشی در تاریخ معاصر افغانستان به وجود آمد. اگر امروز کرکت باز افغانستان افتخار میکنه، او دوره را نباید فراموش بکنه که در چی وضعیتی قرار داشتن وقتی که ما اون مسئولیت گرفتیم. برای اولین بار که پاکستان را شکست دادیم، یک تصویر مدارم همیشه بر رسانه هاست که بیرق به دست ما هست. فوتبالی که حالش بسیار خراب بود، اصلا تنها یک اسم موجود بود. لیگ برتر افغانستان فکر میکنم در منطقه نظیر نداشت. تکواندوی افغانستان که امروز هم افتخارات بیشتری را برای افغانستان کمایی میکنه، افتخارات بیشتری را به دست آوردن. با این ترتیب والیبال در تاریخ ورزش افغانستان برای اولین بار بود که ورزش های دستجمعی بسکتبال مدال طلا را در آسیا به دست آورد. با این ترتیب کیک بوکس، جیدو و سایر ورزش هایی که در اونجا به وجود آمدن. من فکر میکنم که من حاضر هستم در اون ساختاری که کار کردم به مردم افغانستان جواب بدم. بالاخره دکتر اشرف غنی حضور ما را در ورزش افغانستان هم دیده نتانست. تصمیم گرفته شد که باید ما را برطرف کنن، ولی با حمایت قوی جوانان مواجه شد. در طول 3 سال نتانست که ما را برطرف کنه، بلکه یک المپیک خیالی را به وجود آورد. بالاتر از $10 میلیون به المپیک خیالی آقای دکتر اشرف غنی مصرف کرد. در آخرین تحلیل بورد مشورتی ورزش افغانستان، دوستا و عزیزا جمع شدند که نشه روزگاری که دکتر اشرف غنی که خود را دکتر میگیره، که با تاسف که هیچ چیزی از دکتری در وجود از من نمیبینم، با یک دسیسه و با یک توطیه شما را نامبد بسازه. من خوب به یاد دارم که جناب صالح صاحب که معاون رئیس جمهور بود، تو وقت کاندید معاونیت نبود، به منزل ما آمد، از من تقاضا کرد که من فکر میکنم که یک تفاهم با خود صورت گرفته که خودت باید بیرون از افغانستان بری. من خواهشم من از یک دوست از خودت است. ما زمان زیادی را در نهادهای امنیتی کار کردیم، همگی را اشرف غنی نامبد ساخته، نشه خدای نخواسته که شما را هم نامبد بسازه. ما یک کارمند تبعیدی وزارت خارجه
یک کارمند یا به عنوان سفیر یا به عنوان جنرال کنسول طبیعی مقرر شدم، نه به عنوان سفیر و یا جنرال کنسول انتخابی. بناهن این سوالات شما میتونین از کسانی که در حکومت در سمت‌های سیاسی و در سمت‌های بالای اقتصادی، در سمت‌های بالای نظامی حضور دارن، از اونا پرسان بکنین. تشکر آقای سفیر. چقدر شخصیت‌های سیاسی زیر طالبان دیدگاه واحد در مورد امروز و آینده افغانستان دارند؟ من فکر میکنم که اختلافات و دیدگاه‌های سیاسی وقدر مانع مبارزه در برابر نظام طالبانی نمیشه، بلکه یک امر طبیعی است که اختلافات نظر در هر سازمان و در هر جنبش‌های آزادیخواه و غیر آزادیخواه وجود داره. بناهن من نهایت خوشبین هستم که شخصیت‌های سیاسی امروز درد مشترک دارن و کسایی که امروز از وطن دور هستند درد مشترک دارن. همه ایشان در دیار هجرت و در دیار غربت زندگی میکنن. من آرزومند هستم که از تجارب گذشته، از تجارب دوره جهاد، از تجارب دوره مقاومت اول، از تجارب حکومتداری 20 ساله یا آموخته باشن و امروز که ضرورت است در دفاع از افغانستان، محض حرکت از اینا از تک تکشان استقبال میکنم. ولی پیشنهادم به مردم افغانستانی هست، به جوانای افغانستانی است، به اقوام افغانستانی است که متوجه باشن اون اشتباهاتی که در طول 20 سال صورت گرفت، بعد از این در انتخاب رهبر خود، در انتخاب مشر قومی خود، در انتخاب کلان مذهبی خود توجه داشته باشن. اگر فردا زعیم آینده افغانستان را انتخاب میکنن، دوباره دچار مشکلات نشن که از آدرس قوم، از آدرس زبان، از آدرس مذهب اینا آرای خود به صندوق از او بریزن. تشکر. و به عنوان پرسش اخیر، با توجه به تجربه 1 سال، اگر وضعیت به می شکل ادامه پیدا بکنه، سناریوهای احتمالی برای افغانستان چیست؟ باورم است که وضعیت به این شکل باقی نمیمانه به هیچ صورت. هر روز چهره های سیاه طالبان هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی خودشان خود را به نمایش میگذارند. شما برخورد علمای طالبان را میبینین که از دین چی تفسیر دارن. شما عملا میبینین که یک تعدادش میگه که دخترها به مکتب برن، ولی تعداد دیگهش میگه که ما در برابر خداوند چی جواب بدیم. یک تعدادش از دین تفسیر خودی خود داره، یک تعدادش از دین تفسیر کشورهای دیگر داره. من باور دارم که مبارزه خواهران ما، مبارزه مردم ما، استادگی مردم ما بی نتیجه نمیمانه و باور ما ایست از آن جایی که طالبان آمدن پس به منجا خواد دوباره منتقل شوند. تشکر بسیار زیاد آقای سفیر از حضورتان در برنامه ما. تشکر میکنم از شما، بسیار لطف کردین.